عروسی را به دودری براجو، عروسی را به دودری براجو، به 14 ماه نودری براجو، علای دل بریمه. به 14 ماه نو دستمال پرگل، به 14 ماه دروغ نگو بوده، من بیم چاکن خودی به چایه. خب به تو چی که به چایه؟ تو فضیلی چیه؟ لاف کنه سرخی، تو سر پیاز یا کنه پیاز که تو خودی کله گنده که گفت مفت میگیری. بیا اینجا میشه تو جنگ کنم بفتی به ترجیح بفتی. به تو چه؟ تو چی کار داری؟ تو چی گپ مفت میگیری چاکن به چایه؟ خب راست میگم. خود تو چی خبر داری که ما به چایو؟ من همین تا خبر دارم که چاکن به چای آخری. خود تو چی به تو چی ربطی داره؟ به چایه. به تو چی ربطی داره؟ خود چه من به تو میگم؟ ما به کی میگی؟ به همه میگی، به من میگی دیگه. ما تو یک که به همین کوچه ای. به همین کوچه باشی دیگه مگرم گپ به سر تو سوز کنه. ایلا گپ مفتاجی که به خدا تو به همین کوچه فرش زمین میکنه. تو غیرت همه مگه غیرت داری سکو. آنه تو لازم اینجا میندازن و سر می درختا. آنه دیگه جیگ نزنی. بگو من چاکن آخری به چایم. گپ مفتاجی که به خدا شوش کیا دیشتم تو بگو به چایم بگو. تو به چایی خودی تو به چایی. گپ مردی پیشیا. تو چی که من پیش مردی پیشیا. برو گیلا خودی که کوچه برو. تو مردی پیشیا. چون خب بتاکو تو مردی پیشیا. انی پیش آمده. الیوستر برو. الیوستر حال مردی پیشیا. انی دوباره پیش آمده. برو برداشی پیش خود میزنه. بیده شویدی باش برو دیگه گپ مفت نزنی برو. چاکن آخر خود به چایه. خب به تو چی؟ به تو چه؟ به تو چه؟ به تو گفتم. تو به خیر خوچی جاکن جلوتر به تچا بفتی. تو به تچا بفتکی. بفتی بویری درنگ نده. فقط به چی میگم؟ با همه مردم قلم میگم. برو بگو دست تو آزاد داده. چاکن به چایه خودی وقت قبرکن یا با چاکن بد داره. چاکن آخر به چایه. برو تو قبر بکن. خب برنگ تو شل آخر همین کارا ما هم بگی بتا همین افشا میشه. آخر همین مردم خبر میشه. برو لکه خور برا هیچ چی نمیفهمم با کارا. چاکن آخر خود به چایه. چی گفتی؟ بله چی گفتی من نفهمیدم. چی گفتم؟ من چی گفتی؟ خب اختلاط میکنم میگم چاکن آخر به چایه. این کار با تو چی ربطی داره؟ چرا؟ میگم این کار با تو چی ربطی داره؟ اما تو هم خاصیت تجیری داری. میگم من از شما مردم همین قلعه پرسان کنم. از شما پرسان کنم. هر کاری من با تا همین قلعه میکنم با شما چی ربطی داره؟ که تو میای پیش متیر میشی میگی چاکن آخری با چایه. ما با تو گفتم. با چا مفتکم من مفتکم. چی کار دارین شما که خور داخلات میکنید؟ من برای تو گفتم. آدم گنده به می تامی قلقینه بغیر از من. بغیر از من دیگه نفاری هم هسته. به چی کار ما کار ندار؟ خود تو چاکنی خودی کله گنده خو. چاکن نیو. آدم گنده میگم به داخل می قلم منو. به هر کاری ما کار دارم. به راه رفتن مرتکه کار دارم، به خرسوار شدن مرتکه کار دارم، به شیشتن مرتکه کار دارم، به بخستن مرتکه کار دارم، به هر کاری ما کار دارم. تو چی کار داری که میام جابیش بچین میشی؟ گردن بند باشه نیلی لاگه ما برای تو گفتم بشم. اعمال کثیر شدی میگه به من میذاری با میگی گردن با بند باشه. تلنگ میدی آدم کلونه. به خدا اگه چی بابا نکدو به تو یک نوگه مادر تو سوناتو چرک کنه. به چی؟ به چی؟ به چی؟ که به تو بفهمونو. گپ زدن خود از بعد بفهم. پیش متیر میشی چوب بی صدا برو تیر شو. یک آی منه. تو سیکو. مچه چسوراکی بود. مچه چسوراک. گناه داره اون مچه چسوراکی رو کجا بود اگر مری بکشی. فقط میگی خورزاده تو رو که برو. بگه نگی گپ با تو میگو. چاکن بگو. هیچ چی نگی اصلا. نگو چاکن بچای. نه. همه مردم نمیفهمم که من گنده ام با تعمی قله. هم که تو میگه فولا کنی. اگه تو گنده ای. اگه تو گندی من با تو بگفتم تو آدم گندی. اعمال از پیش متیر شده میگم. بگو تو چاکن خودی بچایه. آدم گنده آخر میگم خودی با تا چایه. ما که گنده ام آخر با تا چایم دیگه. تو اعمال من افشا کردی که من میفتم با تا چا میمور. دیگه نگی گپ با تو میگم. چی بردم میام برادر؟ همین هر کاری بهم فهمیدی میشی خبر میشه. من نمیفهمم ایش تو آدمیه. این چی رقمه؟ چاکن خودی بچایه. تو چه بکن؟
چاکن خود بچایه چاکن خود بچایه چاکن خود بچایه چاکن خود و بچایه چاکن خود و بچایه چاکن خود و بچایه تر لا 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 چاکن آخری خود بچایه چاکن آخری بچایه چی؟ چاکن آخری خود بچایه با تو چی که بچایه؟ با تو چی؟ با تو چی تو رفتی؟ چه کاره ای؟ من رفت در باغچه سرامونه در باغچه سراشمونه اختیار خورده چرا دمه که تیر میشو میته میگی؟ باغچه در سرامونه باغچه در سراشمونه کسی و باغچه در سراشمونه این در زبون نداره که خودتو گپ زنه ما آدمی بیدم از پیش تو تیر شدم می گپ بگفتی چه ریته میگی؟ چه ریتی میگی؟ همیتونه میگم 100 مغلطی و 100 با امیندازی و 100 خرابکاری به تا میدی تو داری سادی بیاقل کسی به تو نمیگه چاکن خود بچایه ما که هیچ کار نکردیم برای خود راسته میریم و میاییم به من میگی چاکن خود بچایه خود چرا تو اگه کاری نکردی دا شرف خود میکنی ادعا شرف خود ازی میکنم که مرتکب میگه امو کار نکنی به زبون یلبه ایله آدم بیا به مفتزن یلبه ایلیم خیلی آدم مهمی اشتنیم به خدا تو بدم نظر خود خومیه بدم نظر برار 10 ساله خونه میه پس تو خو هرچه از مال تا به صبح نمازدگرن که به تو نگم تو مو گپ بخور میگی مگر خان پیار تر بگیرم مگوش پیار تو تیر کنم بگم بچه خور بفهمونه چی بفهمونه الده بفهمونه اگه تور نمیفهمونه با ما الده تور به زبون نه به دست پال تور بزنم شلکور کنم بفهمونه زور پیال ما میکشه که من بفهمونه خو زور مکو میکشه مکو به تو تان نمیدم میدم خب اگه لگیونه غیرتی نه تو یک غیرتی مردی بیا که تو مثل تگیر بس به این کن بوکس تو ما که جیره به یک رقم فکر کردی چی؟ تو که جیره ایتا به خودی هم خود دیشه از این کلانتری 2 کیلو هم از این بیشتری تو چه غزر از این کلانتری؟ اعمال گسالار بر میدارم از سر جایو عقل کمال از کجا بر میداری؟ من خونه پیشون سرا خود مرگ خونه پیشون سرا خود بیشتر کار نزده که اگه یک چهارتای اتا همی دی بشنوه میگه البه همی رمزون یاد تو چاکنی با خومی خودی چاکن بچه گیلک به زبون خوش به تو میگم برارمه همی گپ زدن خور تا و بالا بفهم که کی به کی تو چاکنی حالی بیا این نگاه تو المیلیله و کجیر بالا چیستی دو اصلا من کلوخ شیری همی گپ نزن همی گپ نزن خوبه به زبون خوش میفهمی چوب کن خوبه تو با یه رقم هم بازم نمیفهمی اگه برون پیار تور ببینم بفهمیدی از سر گوشی تیر کنم بابا تو یاد میدم که چی گپه آره من رفتم با یک دم دوباره تکرار نشه که با تو بخکولی تو به در چاکن نمیگم کلوخ شیری عجل تو برسی تو نگفتیم به کلوخ شیری بیا از این مغز سر نداری کاپور مغزا سر تو بیری نکنم همینجی بو یاره ما چون ما چی رقم آدم ها بدون که خودی شما کلگان ها بذار سر ننه ننه دیشب میگه چاکن آخر خود به چایه سلام علیکم ماما شما سلام علیکم سلامت خوب شو شما بدید ماما جو ماما چی خیریت بود این بچه ساده خور بفهمونیم دم باغچه شما استاده از اون ارا تیر میشم بزوی هیچی هم نگفتم میگه چاکن خود به چایه ما خود تا حال شکر به تعمیدی هیچ کار نکردن که کسی دست ما بعضاب شده باشه همین آدم ساده میگه میگه یک 4 تا مثل خود آدمان نافهمی اگه بشنوه میگه البه امیر رمضان مثلا یک کار به تعمیدی بکرده الان این خبر شده یک سر راز فاش میکنه همین بچه خود بفهمونیم بگیم همسایه زری به این اندازه نیه دیگه بگو او همسایه آزار نیه کم ساده من میفهم که ساده بفهمیدین ما یک اختلاطی بود ما و مادر از این اختلاط میکردیم گفتیم که چاکن آخری به چایه این از قدیمه از پیش از این 50 سال پیش 60 سال پیش یه بیتا اختلاطی بود میفهمم که قدیمه خو همین معنی همی چاکن خودی به چایه یعنی آدمه که خلافکار باشه یا آدم دوزده دقل باشه آخر راز فاش میشه آخر خودی به بلا میفته یک اختلاطی بود ما مادر از یه بیتا اختلاط بالا ما از آدم خلافکار آدم دوست میگفتین که چاکن خودی به چایه یعنی به هر کس که چای بکنه نمیفته که خودی میفته که به چای حالی هم ساده به کوچه بیری شده همی به ده نزی افتاد یعنی به شما نگفته ای گفته
شما از خونه هستیم او گپی همین تو بمرا میره و میگه چاکن بچایه چاکن بچایه این گپی شما با ناراحت نشیم دق نشیم او همین تو کم ساده همین گپ به دهن افتاده همین تو دلی که بخونه همین تو میگه شما دق نشیم او شما نگفته کاکو اوه پس این از زبونی شما شنیده بودی این گپه؟ بله یا ما تا اختلاطی بود بالا مادر گفته که چاکن باز من بچایه اونجا خودی ما جنجال هم بکردم گفتم میخوام پیرتون میگیرم که پیرتو جلوی تو بگیره اگه جلوی تو نگیره من جلوی تو رلدی میگیرم نه شما هیچ وقت حساب خود خراب نکنید تو ببخشید اصلا به شما نگفته ربطی به شما نداره به همین خاطر این گپ به همین دی نداره راست میگن خیلی هیچ کس ببخشید نداره. ماما جو معذرت خواهی کنیم از طرف من به زو چیزی نمیگم من گفتم حتما میام تا نه گپ نه نه اشتباه نه هیچ وقت ناراحت نشه این هم خود خوب بیت تیار کرده همین تو میگه دیگه هیچ وقت نه. خیره باشه شما ببخشید ماما زنده بریم باشه. چاش تا ماما زنده باشه یاد سلام. باشه. نه دق نشین نه زنده باشه خیر سلام، بینیم ماما. سعادت.